گلاسال پولاتوا السلام علیکم. من هستم، شما هستید. 2000 سوم 5000 سوم باشد تا چند پول؟ شما چی گفتید؟ خدا تا با پرابلم نکنید شما. از گلاسال اظهار ناراضگی بیان کردن. شوهر من وقتی که من درباره اجازت دادن و اجازت ندادن با از دیگر با روزگی اویلشون نزدیکاشون تا چه اندازه مثلا شما حرکت کرده بودید که همین اویله اولتون پشت نخوره؟ عیبی من و اویله دار شدن وعده دادن. خداوند نویستگیش همین بود است که قین سینگلام یعنی که خواهرای خیلی درباره اولین فکر از اون نفر برآمد. نه اینجا فقط شما سوال میتید که منم سوال میتونم. الکی شما گیره کروسی چوبه؟ یک نفر دیدم که با پدرش رنگی آشنا صحبت میکند. الهی نامی پدرای برداشته گشتن نصیب کند که نامشان به همه وقت رحمت بیاره. پدرم نوری چراغی خانه بود. در زندگی همه ما برای پول کار کردن زندگی میکنیم و برای خوب پول کار کردن من یک پلتفرم رو با شما توصیه میدم که پاکت اپشن نام دارد. در این پلتفرم شما میتوانید که با طرز تریدینگ پول کار کنید. خوبی این پلتفرم در آن است که استارت و رجیستراسی آسان دارد، وکانسیا تماما لازم نیست و پولهایی که کار میکنید میتوانید از اینجا به یگان مشکلی و به یگان کمیسیون زیمت کنید، یعنی به دست دارید. باید گوییم که پاکت اپشن با 4 رژیم و 130 اکتیو کار میکنند. در وقتی رجیستراسیا حتما پروموکد اهروری رو استفاده برید و در یکمین دیپازیت خود 100% بونوس گیرید. فراموش نکنید که برای رجیستراسیا کردن سیلکا پایانی نوار است. با مقصد اجرا نمودن درخواست و خواهش‌های شما ما باز هم روی اکران شما هستیم. درود بینندگان عزیز و ارجمند، درود با همون انسانایی که چون همیشگی از هر گوشه و کنار دنیا توسط یوتیوب کانال اهرار چنل ما رو همراهی میکنید و امروز نیز گفته میتونم که ما یا با ما میسر گردید که خواهشی نوبتی شما رو اجرا کنیم. این هم باشد البته دعوت نمودن یکی از اون سیماهایی که شما میپسندید، دوست میدارید و پیوسته فعالیت و ایجادیاتش رو پیگیری میکنید. هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان، بانوی هنر گلاسال پولاتوا السلام علیکم. السلام علیکم محمد خان. خوش آمدید. رحمت سلامت باشید. کی ها بود که در صحبتمون نبودید؟ نه خیلی شده. لیکن شکر که در این موسم توی معرکه برای ما برای این برنامه ما مجبور کردید که وقت جدا کردیم. اکنون شما رو که درخواست میکنن گاه چشمم میافتاد مثلا گلاسال رو دعوت کنید، کی گلاسال میبینید، چرا گلاسال نمیبینید، گفته سوال ها میشود. راستی من خودم رو پیش همون مخلصان شما ناراحت حس میکنم که چرا من درخواست های اونها رو اجرا نکرده ایستادم. لیکن رحمت که هم فکری ما شدید، با خواهش های ما نگفتید. چرا نه؟ مخلص هست که من هستم، شما هستید، دیگرها هستند. از بودن مخلص همه این هستی ما. تلفنی صحبت کردیم، گفتید سفر داریم با توشکان، یکم کلیپی نو یا اینکه یک سفری ثبت سرود. ثبت سرود. یک تا دو تا میکردنی بودیم، یک چند تا شده رفت. چرا اون متخصصانی که در شهر خود ما هستند کارهایشون شما رو قناعتمند نکرده است؟ چرا سفر با توشکان؟ قناعتمند میکنن، همشون بهترین هستن، اما کمیگی میکند، کم هستن. به همه حافظ وقتشون نمیرسد و وقتی که ما مراجعت میکنیم مدتی دراز میگیرن. از همین سبب ما به توشکان میریم. اون فرمایش ها یعنی که زکاسایی که شما با ارنجراف شکل دادید همین درازترین در چند وقت تیار شده است؟ مدتی دور و درازش رو گویه؟ دور درازش به فکرم 6 ماه هم گرفتگی، لیکن خیلی شد با این کار. یک 6 سال 7 سال پیش بود. خب درازترینش گفتیم 6 ماه، اصلا کوتاه‌ترین فرصت. کوتاه‌ترین 2 روز بهم شدگیش هست. اگر همین تیزتر آماده شود، اگر احتمالیتی مشهور یا خیت شدنش هست؟ بعضا من انتظار نمیشم سرودی منو دریا 2 روز به ارنجراف ثبت آواز شدگی 4 ساعت به کلیپش سیام که بنوار گرفته شدگی. دو پر شوریم و پر غوغا منو دریا
2 روز به فکرم تیار کرد دادم که من تا حال به انام سرود جایی که هست توی مرکه نمیگذرد. من خودتونم بارها مثال در یک جایگی با پریمادونای ازبکستان خدمت کرده اید در توی درست؟ خودتونم بارها مثلا دیده اید شاهد شده اید که همین نوازنده های یلدوز عثمانی نه تنها می نوازند، آنها با می رقصند، یک علو دارند در داخلشون. مردم انرژی میگن. اگر ما به نوازنده های خود ما، به نوازنده های مثال خود ما همون گنره که آنها میگیرن اگر همین قدر مبلغ دیم آنها هم همین خیلی حرکت میکنن یا محمود خان برای این گنره را دادن من یلدوز عثمان و گنره را گرفتنم در کار. شما چی گفتید؟ خدا تا با پرابلم نکنید شما. سخت بالا میشد. همه چیز از یکدیگر وابسته است که البته نوازنده هم حق دارد که وای خوشرو زندگی کرده باشد، خوشرو لباس پوشد، خوشرو خورد، خوشرو پوشد، خوشرو زندگی کند. من پرسیدنی که حاضر همین علاوهشون نبودگیش سبب در همین گنرر باشد، همین سبب مبلغ باشد می یا اینکه همین مبلغ زیاد تیمم همون چخیلی می ایستند و می نبود. همه کار به یکم خواهش در کار، همه زندگی، همه کار و بار زندگی از خواهش سر میشد. اگر خواهش داشته باشند هم حافظ امروز یلدوز عثمان و خود به خود این گنرر به می آمدگی نشد وای خودش ساخت وای مهنت کرده تا نیست. باید همه اول مهنت نشان دهد بعد مبلغ طلب کند. مردم خودش چنده میگیرد این چیزا آسته که کیم چی به میارزد. من خودتونم میرید 100 سوم بهم هست میگرفتگی چیزتون یک چیز معقول کنید من حاضر پوشتگی چیزتون 100 سومیش هم هست. چه به شما 100 سومانیش نمیپوشید قیمتش میپوشید چه به ارزنده. انا مینم هنرمند که ارزنده میشد مردم خودش قبول کرده میگیرد. پیش از همه پول فکر نکرده، مبلغ فکر نکرده، ارزنده شدن در کار. افسوس میخورم از اونی که بعضی نوازنده های من میگم که اکا مثلا مهمونی برنامه ما شوید چون که فقط سراینده ها نه. منم میخوام که نوازنده هایم آوازشون بلند برود یک بار گپ زنن فکر ویای هم گوش کنیم. منم میخوام آنها فقط معماهای خودشون رو پس کادری به من میگن چون که برنامه های تماشا میکنن محمود خان فلان برنامه دیدیم. من میگم اکو مرحمت ماما حق دارد فکری خودشو گفتن یا گفته شدم که اگر ارزنده باشد چوبه نه طلب کردن این بیمال نوازنده ها بیایید بیمال همین درباره ارزش خدمت رسانی که هر زده شده مثلا هر سال همین ارزش خدمت رسانی شما قیمت میشود؟ بله کم هر سال نه بود اقلا 2 سال به یک بار. اقلا 2 سال به یک بار. خیلی که بازار میبردارد مایم از بازار میخوریم میپوشیم. یک از زنگ زده است که همسرم با اگه هم تا عمده بروید نیم ساعت به گفتن برادر نمیشد نیم ساعت برای نیم ساعت توی شما برآمد کردن گلی اصل ممکن که از ساعتی 12 اواره شود همون نیم ساعت بیم همون اوارگی 3 ساعت بیم همون اوارگی اما شما یک روز ما بند میکنید معرکه دیگر کس رفت برآمده یعنی شما رفته نمیتونیم. شما وعده دادیم سخن گوهر است دادیم تمام وعده بعد ارزان کنید من قائل میشم این چیز بکی تغری نمیگیرد مبلغی که شما گفتید ما با تغری نمیگیرد ما رفته خدمت کردن نمیتوانیم یعنی مبلغ بگفته. بعد وای آدم گفت که به مالو اکاچ خیلی نمیشد خرید فروش نمی کنید که یگان چیزه من گفتم یک بار تلفن من باته نمیتیان که تلفن تو به نمیشد گپ نزن تو قش نشو این مسئله با بعضا انسان ها هستن سخت قدر میکنن بعضی هاشون هستن که
در حقیقت فکر میکنند که یگان چیز خرید و فروش نمیکنند که برای چی مبلغشون فلان پول برای 3 ساعت همین قدر هم گران است برای 3 ساعت هیچی نیکو 3 ساعت گفته فکر میکنند لیکن پس پرده چقدر مهنت است چقدر انسان کار میکند همه آنها از بازار میخورند میپوشند چه خیلی که بازار نرخش براد میبراد چه خیلی که کوچه نرخش فراد میفراد انا این چیز فکر نمیکنن حاضر نرخ امروزتون رو نمیپرسیم مثلا چند پول به مطایبه میرید نمیگوییم لیکن با ما گویید که هر سال چند مقدار قیمت میشه مثلا 2000 سوم 5000 سوم باشد تا چند پول ارزش خدمت رسانی شما قیمت میشود یعنی گران میشود گران میشود این از سهراب میپرسید راستی محمود خب من نمیدونم که دوگانهای نزدیک خودم من میپرسد که گل اصل چند پول آخه هم تو پولش گویید باور میکنید همین یک سیزونی دراز به یک کسب وعدت یمم 5 کسب وعدت یمم انمون توی پرابلمم میشد و خلاص که من همه سال گذشته توبه کردم که دیگر خوش نمیشم این مسئله با که یا من به التماس کردم همون دوگانه هم نزدیکای من شناسای من سنشون عوض میشد دیگر سنه به میگیرن یا یکون پرابلم دیگر میشد توی که سورباکا میگیرن و توی 20 پرابلم میگذره حاضر همین نوازنده شما همشون یک رنگ مبلغ میگیرن یا اینکه نه فرق میکنن 3-4 نفر اساسی حساب میشد همشون هم اساسی به یک دیگرشون نمیشد هم بعضی هاشون سین سالشون یاشتر هم و فعالیت کاریشان حالی کمتر است و یا کمتر میگیرن همه یک خیلی نمیگیرد همین بعدی گرفتن عنوان گوییم هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان با ارزش خدمت رسانیتون همین عنوان تاثیر کرد یا نه یعنی که من نه تاثیر نکرده است هنرپیشه شایسته شدیم گفته فلان پول نماندیم ما مبلغ با عنوان علاقمندی ندارد علاقمندی عموما ندارد من باری شنیدم که بعدی روی کار آمدن یک ترانه بعضی مردها از گلاسال اظهار ناراضگی بیان کردن تا گوش شما آمده رسید خدایا مرد باید مرد باشد بعضی مردها گفتن که این چه خیلی به عزت نفسی ما خدایا مرد باید مرد و ما مرد نمیمون و مرد می گویان گلاسال درباره مردهای مردی هاشون گپ زده است گفته یک بار آمده بود یک کس گپ زده بود که خیلی گپ صاحبش میاد این گپ صاحبی مخصوص خودش رو دارد ممکن البته هر یک گپ صاحب خودش دارد هر یک گپ اما گپی که سخنی که از دهن ما برآمد و این صاحبش هست یا خودمو یا کسی دیگر هست این ترانه هم مخصوص صاحب دارد همین ولی افسوس که در جمعیت ما هست این گونه یا نیست می من خودتون چی جواب میدید اینجا فقط شما سوال میدید که منم سوال میتونم شما نمیبینید و این گونه مردهای نامشون مردو اما رفتار و کردار و زندگی به نه فرزند نیک نه دوستی بهترین نه مردی بهترین نه پدری بهترین مایل شوهری بهترین شده نمانید شده نمیتوانستگی نامشان مرد چقدر هست یا نمیبینید نه میبینیم افسوس که میبینیم انمی سرود مخصوصا برای انمون ها خدایا مرد باید مرد باشد همکاری دیگری ما این شرکت ساختمانی جهان ساختمان است اگر شما خانه های زیبا و با صفت و استوار رو خواهید ما به شما شرکت ساختمانی جهان ساختمان را توصیه میدیم فراموش نکنید اگر شما از این شرکت 3 خانه خریداری کنید 4مش به شما رایگان داده می شود آن مردایی که شب روز مهنت میکنند برای بهبودی عائله هر یک قدمشون برای خوشرو زندگی کردن فرزند و پدر و مادرش است یا برای پیشروی وطن ملت کار میکنن برای آنها نه این سرود
آنهایی که خداوند نام مرد داد است و مردگیشان نشان نداده است در زندگیش، افسوس که به این نام مردی، این نام برای من باور کنید که یک از همه عنوان بلندترین زندگی مرد. بعضا زنهایم یه مردک بوده است، گفتگی گپش به من مزه میکنم این گپ. افسوس که یک عمر این نام حمایه کرده نمیتوند. من مردک من خودش باید هر چیز به اجازت نتید مردک. محمود خان انسان، هر یک انسان معامله‌ای که از گرد و اطراف میبیند که خودش طلب کرده میگیرد. انسان هر یک چیز خودش به اجازت نتید که خودش مناسب نبیند. من باید دیگر خیل باشم که باید آدمو من به دیگر خیل معامله کند. رفتارش، کردارش، گفتارش معلوم شده میستد. مرد به نام مردیش از این بهترین چیز در کار نه. لباس خوشرو در کار نه، سیمای زیبا در کار نه. مرد زیبا میکردگی این وای خصلت مردیش. تمام. یک نگاهش، یک سخن گپش بس است برای آبروی وای، برای مراجعت کردن اطرافیان. نمیگونه مرد باید مرد باشد. مرد باید مرد باشد. خب درباره اجازت دادن و اجازت ندادن شما اینجا گفته گذاشتید. مثلا همسر شما چی ها رو به شما اجازت نمیدین؟ وقتی که درباره یعنی اجازت دادن ندادن، من موضوع اساسی چی درباره زن و مرد؟ یکون جواب نرو یا من این لباس نپوش یا فلان کس که معامله نکن یا گپ نزن، یعنی که یک آدم معقولش نباشد، نامعقولش باشد. اگر شوهری من وقتی که من درباره این چیزا در سری وقت گفته بودن، وقتی که اویله دار شده بودیم، من یکم جوابی من همین بود که خاطر نشوید. آبرو یکم آبروی من است. یعنی که اگر به آبرو شوم از پشت خصلتم، رفتارم، گفتارم که جایی که من میرم نمیرم، یکم آبروی من است. بعد آبروی من این آبروی پدر و مادر من. کیم فلانچه بچهش، فلان دخترش. بعد انیش شما من نمیخواهم که من به آبرو شوم. از برای همین چیز از این من خاطر نشوید که من خودم نمیمونم. هر کار خودم به اجازت نمیتیم گفتگی من و میدونن که من خودم سخت اهمیت میتیم این چیز برای من بسیار درباره این چیز ما گپمو نمیگریزد. اجازت دادن ندادنی وای آدم من تا اینه برده نمیرسانم محمود خان. تا و یا اجازت نمیدادگی سرحده که و یا اجازت دادن نمیخواهن که من تا همونجا برده نمیرسانم. ممکن که همین باشد. مثلا برای همگان هم معلوم است که شما با همسرتون مثلا با گفتی گپو دیننگی عروس و داماد نه لیکن تا به امروز همین نظارت کردن مثلا هست که اویله هایی که تلفنش رو نظارت میکند یا ما با عموما نیست این چیز. تلفنتون رو نظارت نمیکنیم. عموما یک دیگر عموما نظارت نمیکنیم. محمود خان اگر آدم خودش راست نکند، خودش چی میگه تربیه نکند باید تلفن پرویرکه کردن یعنی نظارت کردن این بیفایده چیزه. عموما بیفایده. از همه زنها انی تلفنی مردکاشون پرویرکه کردن. من عموما طرفدار نه این چیز من نمیخواستم. اگر ممکن که زنی خانشین باشم، من بعضا زنها میگونده من دوگانه هم هستن خیلی گپ میزنیم بعضا که تلفنی شوهرم قپیدم چیکار میکنی همون برسیده چی یافتی تو خواطر بودی همون چیز یافتیم مقصدت برسیدیم. من همین چیزا میگم که دختر برای چی میرسی نرس همون چیز به شوهرت این چیز که قپیده نمیشد و همون یک دیوانگی میکنه. چیکار میکند زنک هیچ کار کردن نمیتوند. ممکن زنها اما خفه شوند آخرش جدایی می این چیزه
خیانت آخرش جدایی می یکم مردها جدا مایلش برده نرسونن اما خیانت به اما جدایی که اویله دو کس می سازد یک کس نمی سازد جدا شدن بعدم هر دو طرف جدا می شد هم مرد عذاب می کشد هم زن زن و مردم اگر فرزند باشد من دستم алоида сохта шуда баъд часпондаи пайваст ки диги не часпондагӣ не оилаам бояд анамин бошад зану шавҳар тамом бояд умуман ҷудо шудана фикр накунад умуман набиёрад чунки ҳақ надорад на мард на зан ҳақ надорад ҷудо шудан ба оя оиладор шудан ваъда додан ба якдигар ҳам пеши худо ба ҳам пеши худ ба аз пушти як телефон аз пушти як смс ё аз пушти пасту баландии зиндагӣ ягон гапу корӣ намешудагиҳо чӣ масалан ки зан аз уҳдаи ягон кор намебурад ё мардак аз уҳдаи ягон кор намебурад ин ҷудо шудан роҳи ҳал не бояд ҳама худаша ислоҳ кунад мард худаша ислоҳ кунад зан худаша ислоҳ кунад баъд атрофиён дида тавонад кӯшиш кунад ки ҳаёташа беҳтарин кунад шумо ҳамчун зан намегӯем ҳамчун ҳофиза ҳамчун чеҳраи шинохта ҳамчун зан як фикри худатон барои чӣ хиёнати мардҳоро бахшида мешаваду хиёнати занҳоро не масалан дар ҷомеаи мо ҳастанд ки масалан занҳое ки хабардор шуданд ки масалан ҳамсарҳояшон шавҳарашон ба роҳи бад мераванд аммо онҳо боз ҳам зиндагӣ мекунанд аммо хиёнати занҳоро бахшида намешавад барои чӣ амон тарбияе ки аз сари зиндагии мо барои мо дода мешад аз анами ҳисоб бошад мумкин ки ё зан заиф аст барои ҳамин бошад ин чиз умуман нодуруст аст ҳама тарафа нодуруст аст хиёнати мард ҳам вай мард худи мард хиёнат кардми пеши ҳамсараш ба як чанд зина мефурод пеши фарзандош ба мефурод умуман ба хубӣ не ин чиз зан ба кӣ мондааст хиёнат кардана зан як коре кунад кори бад кунад тамоми авлодаш ба номус аст ин ман аз рӯи зан мегӯм мардако дар бораи ин чизи чӣ гуфта наметавонам шумо ҳамчун зани хонавода хиёнати ҳамсаратонро мебардоштед худованд ба ин рӯз набиёраду маҳмудхон сухан қуввае ки дорад ба фикрам ягон теғ надорад барои ҳамин ҳар як инсон фикри хуба кара гаштан дар кор ки фикри бада карда гардед ки мана ҳамо занҳо телефонаша надодос намондосиянди телефона шавҳарам чӯта дигар хел гуфта кофта намун мақсад меёвад ҳамон чиза хавотир ҳушашон телефонанда мумкин як рӯз ба наёбанд як моҳ ба наёбанд як сол ба наёбанд худаш зан дигар шудан мегирад ҷанҷола кофтан мегирад проблемаи кофтан мегирад баъд ин занам дигар хел шудааст мардак фикр намекунад ки вай телефон хавотир занаш занам дигар хел шудагӣ мегӯяд мумкин ки баъди занак хавотир шудан ин кор баравад хиёнат баравад барои ҳамин проблемаи ҷиғ задан дар кор не худаш ба одам сухан қуввае ки дорад ин бекор ба не ба як сухан ба якдигар инсон ҳалол мешад бандаи худо ҳалол мешад ба як сухан ба якдигар бегона мешад ба як сухан худо нишон натиҳад фарзанд ба падару модар оқ мешад дар боло худатон қайд карда гузаштед ки бояд оила яъне ки иборат аз зану шавҳар ки аст ҳар ду ҷониб ҳаракат кунад ҳар ду ҷониб талош варзад то тонистанаша бояд ҳаракат кунад ки оила пош нахӯрад дуруст албатта ҳамин то чӣ андоза масалан шумо ҳаракат карда будед ки ҳамин оилаи аввалатон пош нахӯрад то чанд андоза ё худатонро шумо айбдор не айбдор ин дар бораи фарзанд вақте ки сухан мерад ин умуман дигар масъала аст
هستی انسان این از فرزند است. همه شادی و خرسندی های دنیا یک طرفه، همه بایگری هایی که ما چشممون میبیند و ما احساس میکنیم همش یک طرفه و یک خنده کودکتان یک طرفه است. شما هم کودک دارید. مثلا من حیاتم به دو قسم تقسیم میکنم. تا فرزنددار شدنم یک قسم بود و قسم دیگر بعد فرزنددار شدنم. ما و انسان که بهترین یکدیگر رو میفهمیدیم. بهترین انسان بودن. خدا کند که همه وقت سرشان بالا باشد. خدا الهی باور کنید من تا حالی دعا میکنم همه آدم که خوشبخت باشه. انسانی بهترین بودن. اما وقتی که فرزنددار نشدیم، فرزندمان نشد که من هیچ گفته نمیتونستم، چون که یک پسر بودن آیله بود. این همش با رازگی هر دو طرف شدگی که هر دو ما خواستگی که همین چیزه باید ویایم آیله دار شوند. منم رای زندگی ما بینم و خوشبختانه میگم که صاحب فرزند شدم ویایم. اون نفر هم امروز صاحب آیله و فرزند. چند فرزند دارن؟ آیله به فکرم دو فرزند دارن. پسر دختر دو فرزند دارن. انی منم دوتا صاحب فرزند شدیم. ما از فرزنددار شدن یکدیگر خرسند میشیم امروز که من احساس میکنم که وای آدمم البته شنیدگی که من صاحب فرزند هستم. پیشونی این تقدیر بود است که ما یک تا آیله به یک فرزند به پدر و مادر شدن نتوانستیم. این خداوند نمینه نویستگی بود است. من از تقدیرم بسیار راضی هستم. چند سال زندگی با هم داشتید؟ 3 سال. 3 سال. قریب 3 سال. از خویشاوندان خودتون بودن؟ نه بیگانه بودن. از خویش خودمون بودن، بیگانه بودن. خیلی باید گرد اطراف هم ما گوش کنیم، دل گرد اطراف بهم نگاه کنیم. فقط این زندگی خواهش خودتان که عبارت نیست و یا خواستن که خیلی در روی اولین فکر از اون نفر برآمد؟ نه اولین فکر از من برآمدگی است. بله. هر دو روی خودم رو فکر میکردم که عیب من این کم بودی برای فرزنددار نشدن، این ممکن عیب من باشد، کم بودی من باشد گفته فکر میکردم. خوشبختانه این چیز نبود است. زمانی با هم بودن، زمانی که شما با اون نفر بودید، همون زمان هم با صنعت علاقه‌مندی داشت؟ من همچنین پیش از آیله دار شدنم کار میکردم. کاخیراده که به صدای سال با کار میکردم، میخواندم ایست به دیگه. وقتی که آیله دار شدم دیدم که خانواده آن کس به شوهرم بنی، چون که یکم سرود من همون کس نویستگی هستند. سرودی مسوزان داشتم، افتری سرود، مؤلفی سرود همون کس هستن. آیلشون معقول ندیدوست، یعنی که خرسند نمیشم وقتی که من بی وقت خانه میرم، دیر میرم خانه. برای خرسندی شوهرم من کارم پرتفتگی بودم. وقتی اینچه پرتفتگی بودم که من خواسته بودم که فرزنددار شوم، فرزندم کم در کلان کرده گیرم، ممکن با از دیگر با روزگی آیلشون نزدیکاشون با ممکن با کارم با برمیگردم، با کارم دوام میتیم. تو فکر کرده بودم، فکر من هم این گونه بود، لیکن یکم بار من فکر کرده که از صنعت عموما دور شوم. لیکن اون نفر هم پیش از قبول کردن یگان شرطهای خدا، یعنی اصولوی های خودشون هم مونده. کار میکنیم، کاری برای و یا صنعت کاری عادی بود و یا فرق نمیکردن که مونده صحنه برآمدن، سرود خوندن، خیلی فکرشان نبود و یادم این چیز نرمال قبول میکردن، عادی قبول میکردن این چیز. خودشون با صنعت علاقه‌مندی دارن؟ نوازنده بودن. نوازنده بودن. بعد پرتفتم به فکرم نکرده این کار. حاضر چی کاره؟ نمیدونم حاضر چی کار میکنن، نه خبر ندارم حاضر. لیکن با قریبی شنیدم که خوشدامنم از خفای من بسیار سخنهای نیک گفتیان
قین سینگلام یعنی که خواهرای و یا سخنهای بهترین گفتیان همین بس انسانی نقص محمود خان مادری من یک گپ میگه همه وقت که نامی نیکته پیشش به یک سخنی بد جمع کردن سخنی گنده جمع کردن نغز جمع کردن این دست خودت به همینش بس نغز گفتن که تمام لیکن وقتی که پرابلم میشد من که فرزند می داشتم یگان کسی دنیا یگان پرابلمی حیات پیشی روی پشت من اجازت نمیدادم که فرزندم به پدر کلان شدنش گیرد من اجازت نمیدادم این چیز اگر صاحب فرزند میشدم این از اون سبب که خودتون بر وقتتر از پدر ماندید از این خاطر یا این سبب جای پدر و مادر یگان چیز نمیگیرد چند ساله بودید خودتون زمانی رفتن پدرتون 7 ساله 7 ساله 7 ساله بودم من 30 سال شده است 30 سال سپری شده است دینا درباره پدر یک سرود ثبت کردیم تاشکند باور کنید من یگان سرود به خیلی که دیگه نبودم و استودیو بیم خودی همون بچه هم پدرشون بر وقت گذاشته بود است من میگوید که اپا من همین سرود پیش گوش کرده بودم یعنی باز خانی کردیم این سرود گوش کرده بودم که حاضر تاثیر کراس من بیم شما دیده حاضر تاثیر کراس این یاد کردن پدر دیگر طرف دیگر پرابلم لیکن حیات پدر و پدرم عمری که دیدم تا حالی میسوزم یگان روزی خورسندی دیدگی نه که نخواد آدم یگان روزی خورسندی ندیده مرده برفتنم ممکن می گفته ممکن که یگان اشتباه کرده باشم خدا جانم منو بخشد لیکن اثر حیاتشان تا آخره میشنوم که من بسیار میپرسم درباره پدرم که چه خیلی انسان بودم پدرم چه خیلی زندگی کردگی بچگی هاشون چه خیلی گذشتگی میسوزم کاش که امروز محمود خان پدر باشن و کاش که خدمتشان کنیم و کاش که حیات نمی ارزد جدا شدن به نمی ارزد فرزند پدر مادر جدا کردن به این حیات به ما قیمت ترین از انسان قیمت ترین چیز نیست یک دیگر باید در قید زنده بودن قدر کنیم قدر یک دیگر به رسیده تانیم امروز بسیار حیات کوتاه است من محمود خان از درباره پدر گپ زدیم روی علاقه شما گیره کراسید چوبه چون که امروز پدر نیستی یونتان ممکن پدرتان باشد شما حس نمی کردید حاضر جوانایی که هست حس نمی کنن مهری پدره همون یک سخن پدر وازبینگی می کند نصیحت های پدر وازبینگی می کند و یا باید این چیزا قدر کنن پیش از پدرشان گذشتنش برای همین میگم که فرزند باید از پدر جدا نشود از مادر زن و شوهر به یکدیگر از همه مهمترین انسان ها هست یکدیگر احتیاط کردن در کار یک بار یک نفر دیدم که با پدرش رنگی آشنا صحبت میکند خود به خود گفتم که کی بودنی پدر رو حالی نمیدارند نمیداند بعضا خودم به خودم میگم که شاید باشند مثلا نفر میلیون ها جوانای باشد که من به حوض کنم بخیر من نمیگم که من پول دار و ایدو لیکن آنها بخبر که من به یک انسانی پدر دار حوض میکنم من با اومد یک تشکیل ممکن یکان جای دیگر با گفته باشم این گپ بچه جان من خودم توی مکراسیم حادی داماد آمده گفت داسته که چه با خودتان میکنید گفتم پدرتان مادرتان هستن ها پدرم مادرم هستن من خودم کار کردگی و یا من خانمم خودم ساختم پولم خودم یافتم و
تویم خودم کراسیم برای همی گفتم ای بچه توی مالتا جانتا از آن پدر و مادرت است. گفتم تو میدونی این چیزه؟ این گپا من با گفتی دیگه جواب نگفتم. پدر و مادرت نشنود این گپا گفتم. تا هستی ما با پدر و مادر ما خوجه ای. یعنی صاحب ویو. گپی و ها گپ. افسوس که بعضا میبینم پدرها هستن که غم میتیند فرزند ولی انمو وقتم ما حق نداریم که این مالی من خودم یافتم. از کجا خودت مییابی؟ اگر پدر و مادرت توی همین دنیا به نبیارد تو از کجا مییابی این چیزه؟ همون مادرت بیچاره خانه به دعا کده میشند که تو صاحب چیز میشی، تو صاحب سلامتی امروز. یگان فرزند حق ندارد که یگان کس این گپ نزند که من خودم یافتم، خودم خریدم، خودم کرده تونستم. نه، همش انی پدر و مادرم. خدا الهی بی عقل نکند مایه. شکاکی نکنیم که از آنی من گفته. پدرتون در همون زادگاه شما آوازخوانی شناخته بودن؟ بله، سالهای 95 قریب که امروز حافظایی که نامی در همه توی مرکه ها خدمت میکنن پدرم هم همین گونه بودن که دری ندارمدگیشان نیست. همه خانه به همه خشتبار اولاد به تمام دهه تمام همون ناحیه خدمت کردگی هستن. از شما فرزندوی خواهراتون هستن، آنها چند ساله بودن زمانی همین مشکلی سری؟ از همه اپی کلانیم 14 ساله. از همه خوردی ما قدیم مادرم بودگی تولد نشده بود. همه خیلی 7 دختر همه مایده ماندگی هستیم. آنها یعنی اندیزوری پسر بودن، یعنی میخواستند که پسر، بله. چرا 7 دختر؟ بله. همه ما فرق ما 1.5 سال 2 سال فرق ما هست. خواهر در سن 33 سالگی 34 سالگی پدرم صاحب قریب 7 فرزند بودن، 7 دختر بودن که بسیار پدرم خواسته که صاحب پسر شدن. خیلی تقدیری خداوند نویستگیش همین بود است که صاحب پسر نشدن، اما امروز همه صاحب پسر است دخترها که من این چیز به ارمان میکنم که کنیکو این پسرای بینن بود. کنیکو گفته با چی قدر پدر زیادتر میکند. دختر چند بسیار میپرسد که چوب بابام نیستین، من بابا ندارم. ایا گفته ولی فرزندا کلان شود عذاب میداد است این چیزا که همون آدم زندگی کراس که ایا جان چوب بابای من نیستین گفته بود. یک بار بابا جان رفتگی پیش خدا با گفته گپ زدگی منده آدم ملکو گفته به زبان خودش که گپ میزند که اما آدم هایکو چو هم از زندگی کراس بابام یک تا بابا مرده ماندگی گفته بود. خیلی آخرت شما باد باشه. الهی نامی پدرای برداشته گشتن نصیب کند که نامشان به همه وقت رحمت بیاریم. من این کسب برای همین انتخاب کرده هستم که باید پدرم از خاطر مردم نبرد گفته، لیکن من انتظار نبودم. میگوین که یک پرسی خدا 1000 میتید که خداوند برکش دادگی. این من تا این درجه میرسم گفته فکر نمیکردم. آرزو میکردم، آرزوهایی که پنهانم در قلبم بود، لیکن خدا با شکر، همش با شکر که امروز نام پدرم به وقتی که دعا میکنن مردم همش به سراغ پدرم میرد. 7 ساله بودید. یگان سخنها، یگان روزهای با هم بودن، یگان تاکیدهایشون هست در خیالتون در گوشتون یا اینکه البته چون که 7 ساله عینی وقتی بازی کردن، عینی وقتی دبوتاس بعضی بچه تیز عقلش میدارد که وای خاطرش بمیموند. خواهرچه‌ام البته در خاطر ندارد. بسیار شیر میخوردن، حافظ بودن که هست. بعد همون ما سر دسترخوان میشتیم. بعد نمیماندن که به یکدیگر
نصفی روزی کردن اگر خانه باشن یا نهاری کردن نمیموندن. باید همه سرجم شود، همه سر یک بار سر کند. چای خوریه یا خوراک. بعد پدرم شیر میخوردن، ما همه پایده میستادیم. مادرم علایده شیر ریخته میدادن اما کاسی ما با نو پدرم موندگیش خوردن همه با یک خورسندی بود که همه به نوبت بود. امروز روزی من، امروز روزی من. من این چیزا در نظرم است. بعد اپی کلونیم خانه رفتاسیگی بودن که آچم نگاه کرده جنگ کردن. وای چه خیر رفتن، همه جای تو پلان کردی. گفته که یاد دادن در کار بچه با گفته بچه هم من خیر رفتن در کار. گفته آخری جوراب نبرداشته رفتن پدرم یاد داده که من تا حالیه امروز جوراب استفاده نمیبریم، همه پلیساس به گذشته برفت، اما وقتی که من جوراب میبینم به خاطرم میبیاد پدرم توی رفتنشون، گشته آمدنشون یا محله میگذراندن، تماشا کرده ایستادگی هم. بعد نغز میدیدن اگرات به کار کردن، هرچند که حافظ باشنم خیلی چپانچه به قصبشان بود، میانش خیلی اسپانکی میبستن. کمر نبوده است همون زمان ها بگویید که حضرت تسمه نبوده است ریسپان کده میبستن. انمون در نظرم ماندگی. بعد باخچه و من مادرش شدم و بعد من کلانی اپم دختری من شد که اثر من خیلی دختری که فربیک بودم و خرابک بود و مادرش شدم. پدرم یکم قدر رو شیشته چپک زده تماشا کرده شیشتگیشان یادم به که هم خیلی خنده میکردن که این خورترک و این مادرش شده است و اپش دخترش شده سروده خواند است. گفته هر دما چراغه که سال نوی بود ایدی سال نوی و اونجا برآمد کرده بودیم. بسیار بسیار کدام خوراک نغز میدیدن، کدام خوراک نغز دیده استعمال میکردن یادم به هست. بعد من یک ماسک ترساندگی بود، ماسک من ترسانده یک بچه پشته و ابیدی خواب رویتان اجینه بیاد میگفتن اگر یادتون باشد آچه همو. اما ابیدی آینه گریختم و کوچه بازی ببرمادم. شیشتی هم تگی استال یعنی که مو چراغ میگذارد کو یک بچه آمد است ویلسپید کی مایمون ماسکش پشته که سخ آدم میترسد، بچه میترسد. من ترسیدم، زبانم گم کردگی، گپم گفته نمیتونم، خانه رفته. بعد بیبیم من آرام کردن و دادم بگفته دادن که بچه تا ترسانده است کیم. همون دادم توی آمده و وقتا توی 5 ساعته میشد رفته همون بچه یافته خانهش به دادش که دیگه گپ زده. همون ماسکه برای من ماسکه بودگیشه فهمیدنم که با ترسیدن دوام نتیاد بچه‌م گفته برداشت آوردگی بودن که من این ماسکه بچه‌م این چیز یک چیزی لطه اینه درونده قیچکده پرتایی چیزی نیست. تو فکر کرده ترسیده نگرد این چیز و بچه پشته است و پشیمان شد که دیگر نمیکنم گفته آمده پیشنبه انما ماسکه درونده پرتفتی بودن. بعدی وای تا کلان شده خودم حمایه میکرده شدم که حیات به چی به عذاب کشم دادم باشن انمی عذاب نمیدیدم. گفته که چیز من به عذاب میداد که دادم من چگونه حمایه کرده بودن ترسیدن و ترسیدن ممکن نیده دادم هستن که گفته تکیه کردنم ممکن بود همه وقت. پدر احتیاط کردن در کار، مادرم این درباره این چیز گپ زنید گپ بدانه میشد که این موضوعی تمام ناشونده است. ناشونده تا زمانی که ما ارزی هستی میکنیم این موضوع برای ما ادا نمیشد. 6 دختر شکر که سیمای مبارک پدر را دیده اید. اما خیلی اما به 7م دختر میسر نگردید. یعنی کنجه آن نفر چی میگن؟ اگر گپ درباره پدر رود اگر سخنی اما 7مین دختر از 6 دختر دیگر فرق میکنه. این چیز بسیار وای نمیکرد. میدونید چی بدیدم که ممکن برای عذاب نکشیدن مادرم ممکن گپ نزده باشد، لیکن وقتی که صاحب خانه شد شوهر کرد پدرش به هم خیلی توجه کرد، هم خیلی مهرماند، یعنی خسورش به که یگان خانه با خیلی میشد که پست و بلندی ها صاحب فرزند و هم کلان شده ماند که
دادا من شما با باور میکنم انم این گپ بسیار میگفته وای خدا امکم همین چیز سخت احترام میکردن افسوس که وای هم از حیات رفتن احترام میکردن که این دختری من یگان کس گپ زدن به نمیموندن که این پدر دیدگی نی این من با خودش بچه با این میبیند عروس یا خانه با این نی کلیم با این نی این گفته پدر قدرشه از انمون چیز ما فهمیدیم که وای چقدر آرزو کرده بوده است انم این چیزه که وقتی که شوهر میکنم انمون پدری من میشد گفته بسیار تکیه میکرد وقتی که خدا امک از حیات رفتن بسیار غم خورد خواهرم که چنان مهر ماندگی بوده است که من قایل شدم این چیز به این همه از بی پدریه بود من پدر دیدگیم نی من نمیفهمم این چیزا من این حسیات نمیدونم گفتگی چیز نیست و خواهرم بیم اما وقتی که درباره پدر گپ میشد با هوس گوش کردم میشید ما دیدگی ما چوکدگی که وای هم خیلی قریب 80% ҳамкасбонатона ба барномаам даъват кунонда бо саволҳоям гирондагӣ диям лекин ягон кас мана гирондаӣ набуд شما سخت یاد کردید پدرتون رو برای همین شکر بعضا آدم موضوعی که میخواهد گپ زدن هم صحبت نمیاد محمد خان وقتش آمدگی که شما درباره پدر گپ زنید برای همین باشد پدرم یاد کردگیم شب بسیار احساس کردم وقتی همون ثبتی سرود بود мегӯянд ки муҳаббат ҷои хилват мекобад гуфта бисёре вақт агар манам сари чамбараки мошин бошам дар танҳоие ба ягон ҷо сафар ё аз ягон ҷо ана ҳамон вақт хуморҳо бедор мешаванду ба танҳогӣ намедонам бо барномаи имрӯза мухлисои шумо зиқ кардем ё нороҳат кардем лекин ҳар чизе ки гуфтем аз дил буд از دل بود البته аз қалб буд دل با دل ман фикр мекунам ки аз дили мо баромад ва то дили шумо ҳатман меравад раҳмат ки моро тамошо кардед раҳмат ки бо мо будед раҳмат ки ба баъзе фикрҳои мо ҳамфикр шудед ҳар бор меҳмонҳои барнома ба эҳсосот дода мешуданд аммо барномаи имрӯза ҳам барандаву ҳам меҳмонро ба эҳсосот фаро гирифт ба шумо ҳам раҳмат ки омадед не нагуфтед бо омадани шумо тавонистем ки ман ба шумову шумо ба ман дилро холӣ кунед سلامت باشید شاید که این صحبت ما به کسی فایده کند از پدرش یگان چیز به خفه باشد یا مادرش می که رفته یگان چیز به خرسند کنن و به یگان چیزی ناچیز خرسند کنن و اما خفگی هاشون نیست شود این به فایده من و شما است афсӯс дар ҷомеаи мо ҳастанд шояд мо нашиносем онҳоро лекин ҳастанд падару писарҳое ки бо ҳамдигар ногапӣ худованд ба ин рӯсон набиёрад лекин ҳастанд дар ҷомеаи мо افسوس که هست чанд саволҳои дигар доштам рости гап лекин он саволҳоро ба барномаҳои дигар ба суҳбатҳои дигар боқӣ мемонем سلامت باشید тансиҳат бошед хонаобод бошед худо кунад ки зуд ба суҳбати ҳамдигар худованд моро расонад мо ки суҳбат мекунем суҳбати моро мухлисони шумо тамошо мекунанд البته میخوان بسیار مخلصانه میخوان که کمتر از فعالیت ایجادیاتون بیرون برآمده نزدیکتر شوید با ما گفته میخوان اما وقتی من ممکن نمیرسه دیگر و دیگر که بسیار نزدیک شده نمیتوانم اما امروز با فکرم آنچه جواب نگفته گپ گفته گذشت که همش به خیر باشد дӯстони азиз ҳамкори барномаи мо ин толори мебелии садаф аст ин толори мебелӣ барои хонадони шумо ва барои хонадоршавии фарзандони шумо мебелҳои зебову босифату бароҳатро пешкаш мекунад агар шумо мебелҳои таъби дилатонро хоҳед мо ба шумо толори мебелии садафро тавсия медиҳем کجا؟ لبک من راستگپ تویگر یعنی که شما کیلین میکنید؟ ها
کدام نمودی ذوق و تب باشد ما مبل داریم. مبل برای مهمانخانه، مبل برای خانه بچه‌ها، مبل برای خانه خواب، مبل برای آشخانه. بچه‌ام اینش هم با بیاین با فکرم اینش با عجایب‌تر. خیلی به شما معقول شد میپسند آمد نه؟ بسیار معقول شد. اساسش بچه‌ام با معقول شد. اپا جانی عزیز شما بیاید تشویشک خانه‌تان رفتن گیرید. استادهای ما خودشان برده رسانده باز نصب کرده میتین. رحمت کجا؟ سلامت باشید. مغازه مبلی صدف عالم صفتی اعلی و نرخ‌های دسترس. مرحمت نمایید عزیزان. بینندگان عزیز من فکر میکنم که امروز با گروه ایجادی ما میسر گردید که باز یک خواهش دیگری شما را با شما رسانیم که بارها میگفتید بارها طلب میکردید که گلاسل پولاتووا رو دعوت کنید. ما دعوت کردیم صحبت کردیم ولی ما هیچ جا مانده و خسته و ناراحت نمیشیم از اجرا نمودن خواهش‌های دیگری شما. شما خواهش میکنید ما اجرا میکنیم. سلامت باشید، تنصیحت باشید. خدا کند که سراینده دوست داشته شما هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان گلاسل پولاتووا همیشه تنشون صحت باشد و برای شما نو به نو ترانه‌ها رو ایجاد کنند. سلامت باشید. تنصیحت باشید.